دین در روشنگری آلمان. روشنگری خیلی دیرتر از انگلستان و فرانسه وارد پروس یا همون کشور آلمان شد. ولی با این حال نسبت به آن دو کشور با دین ضدیت بیشتری داشت و مسیحیت رو نوعی فریب می‌شمرد و حتی اون رو دین زائدی می‌دونست. اما دلایل این تأخیر چه بود؟ در این ویدیو درباره دلایل این تأخیر و شرایط مسیحیت در اون دوره با شما صحبت می‌کنم. یکی از دلایل این تأخیر این بود که فردگرایی هنوز نتونسته بود وارد آلمان بشه. آلمان از قرن‌های 14 و 15 در نوعی عرفان دینی و همچنین در یک تقوای ساده فرو رفته بود. این عرفان دینی خودشو در رفتن به سفرهای زیارتی، عقیده به خرافات و همچنین در فضیلت رنج کشیدن نشون میداد. عقیده به خرافات باعث کشتار یهودیان در آلمان شد. مردم آلمان، بیشتر عوام آلمان، خیال می‌کردند که رواج طاعون و یا مرگ سیاه در اروپا و همچنین در آلمان که در سال 1349 میلادی به اوج رسید به خاطر نحوست یهودیانه. این نوع عقاید خرافی بیشتر در بین کشاورزان ساده‌لوح و همچنین در بین بورژوازی تازه به دوران رسیده آلمان دیده میشد. از دیگر دلایل این تأخیر میتونیم به وجود قدرت‌های محلی اشاره کنیم. این قدرت‌های محلی یک کلیسای ایالتی هم به وجود آورده بودند که مستقل از کلیسای روم بود و بیشتر تابع امیران محلی بود. کشور پروس در اون زمان از امیرنشین‌های متعددی تشکیل میشد و این امیرنشین‌ها از امپراتوری مستقل بودند و می توانستند خودشون تصمیم بگیرن. شاید یکی از مهمترین دلایل پا گرفتن جنبش اصلاح دینی در آلمان و موفقیت لوتر حمایت همین امیران محلی از لوتر بود. دلیل سومی که میتونیم برای عقب ماندگی آلمان بگیم جنگ‌های مذهبی 30 ساله بود که از 1618 تا 1648 در سرتاسر اروپا جریان داشت و بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها در جریان بود. اینها همدیگر رو به نام خدا و به نام دین می‌کشتند و هر کدوم سعی می‌کردند که با کشتن دیگری به خدا نزدیکتر بشن. جنگ‌ها ویرانی بسیار زیادی به بار آورد و البته بازنده نهایی این جنگ‌ها کشور پروس یا همون آلمان بود که مردم آلمان رو هم نسبت به شرایط خودشون بدبین کرد و هم نسبت به قدرت‌های دیگه‌ای که اون زمان با اونها در جنگ بودند، از جمله با فرانسه و آلمان، و نسبت به فرهنگ اونها بی‌اعتماد کرد. همین باعث شد که آلمانی‌ها شرایطی رو که در فرانسه و انگلستان حاکم بود به سادگی نپذیرند. این تأخیری که در آلمان بود در خودش رو در اومانیسم هم نشون میداد. جنبش اومانیسم که یکی از ارکان رنسانس بود تأثیرات خیلی زیادی روی فرانسه و انگلستان گذاشته بود، اما از اونجا که لوتر با ایراسموس مخالف بود و دائم با اون در نزاع بود و اومانیسم اون رو نپذیرفته بود، اومانیسم نتونست وارد آلمان بشه و نتونست بر اندیشه آلمانی ها تأثیر بذاره. بنابراین آلمانی ها تا مدت ها با اومانیسم بیگانه بودند
و گوش شنوایی هم برای شنیدن حرفهای اراسموس نداشتن. اما آلمان نقاط قوتی هم داشت. در عوض کلیسای آلمان از مطالعه متون مقدس و بررسی زبان آن نوشته ها استقبال می کرد. ترجمه لاتین کتاب مقدس که ولگات نامیده می شد تا اوایل قرن 16 26 بار به چاپ رسیده بود و حتی پیش از این که لوتر کتاب مقدس رو به زبان آلمانی ترجمه بکنه 20 ترجمه به زبان آلمانی از کتاب مقدس وجود داشت. آلمان برخلاف ایتالیا با میراث علمی دوره کلاسیک روم باستان هم بیگانه بود و حتی رنسانس آلمان رو عقب افتاده تر از رنسانس انگلستان، فرانسه و همچنین ایتالیا میبینیم، برای اینکه رنسانس آلمان بیشتر نوعی احیای مسیحیت اولیه بود تا تجدید حیات ادبی و فرهنگی در بازگشت به یونان و روم باستان. از طرفی جنبش اصلاح دینی در آلمان تمام ابعاد پویا و زنده رنسانس رو از بین برده بود و به همین دلایل اومانیسم و رنسانس پس از مدتی و با تأخیر در کشور آلمان پا گرفتند. آلمان البته امتیازایی هم داشت، از جمله در اوایل قرن 18 وجود یک نظام آموزشی قدرتمند در اون کشور. در اوایل سال 1717 فردریک ویلهلم اول پادشاه پروس که دوره فرمانروایی او از 1713 تا 1740 بود، نظام آموزش ابتدایی رو در آلمان اجباری کرد. این مدارس سکولار بودند و آموزش مذهبی در اونها ممنوع بود و روحانیون هم اجازه تدریس در اون مدارس رو نداشتند. این کار باعث شد که سلطه دین بر علم از بین بره. همزمان در دانشگاه‌ها تدریس زبان و ادبیات یونانی رواج پیدا کرد، گرچه هنوز زبان آلمانی پیشرفت زیادی نکرده بود و میدونیم که در قرن 18 هم حتی زبان آلمانی نسبت به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هنوز زبان نپخته‌ای بود. اما کم کم روحانیون لوتری و کالونی هم در آلمان نفوذ خودشون رو از دست دادن و جای اونها رو جنبش‌های شبه عرفانی یا عرفانی گرفت، از جمله یک جنبش پروتستانی نسبتاً قوی با عنوان برادران موراویایی که طرفداران بسیار زیادی هم پیدا کرد. این جنبش بعدها باعث پیدایش جنبش دیگری شد به نام پایتیسم که تأثیر زیادی هم بر آینده فکری و فرهنگی آلمان به جا گذاشت. پایتیسم رو میتونیم تورع‌گرایی هم ترجمه بکنیم یا گرایش به تقوا، در اعتراض به نظام مدرسی به وجود آمد یا همون اسکولاستیسیسم خشک پروتستانی که حاکم بود و لوتر هم البته از اون پیروی میکرد. در این میان اصلاحات فردریک کبیر رو هم نباید از یاد ببریم. دوره حکومتش از 1740 بود تا 1786 و خود او هم یک دئیست شکاک و فعال بود و کتاب‌های بسیار زیادی نوشته بود. مجموعه آثار اون رو تا 33 جلد هم گفتند. پروس در زمان فردریک کبیر به اوج قدرت نظامی رسید تا جایی که به قدرت نظامی اول اروپا تبدیل شد. فردریک کبیر در اداره کشور با استبداد رفتار می‌کرد، اما
تدبیر و کاردانی داشت و سازندگی‌های بسیاری به وجود آورد و آلمان رو در مسیر درستی هدایت کرد که اصلاحات فراوانی رو باعث شد. با این حال حس ملیگرایی حتی تا آخر قرن 18 هم در آلمان به وجود نیامد. آلمانی ها در اون زمان احساسات ناسیونالیستی رو مسخره می‌کردند و افتخار می‌کردند که مثل دولت شهرهای قدیم یونان زندگی می‌کنند. ولی وقتی که ناپلئون به آلمان حمله کرد، اوضاع تغییر کرد و همین حمله باعث شد که احساس ناسیونالیستی در بین آلمانی ها شدت پیدا بکنه. در آلمان طبقه بورژوا و نمایندگان اهل فکر اون به اندیشیدن بیشتر می پرداختند و افکار رو بیشتر از راه‌های عملی زندگی دوست داشتند، تا جایی که مارکس می گفت آلمانی ها در سیاست به اون چیزی اندیشیده اند که دیگران عمل کرده اند. آنان همیشه معاصران فلسفی زمان خود بوده اند، بی آنکه معاصران تاریخی آن باشند. حرف مارکس به این معناست که آلمانی ها در اون زمان از درک روح تاریخی زمان خودشون ناتوان بودند و یا اینکه به اون علاقه‌ای نشون نمیدادند و بنابراین دستاوردهای علمی و فرهنگی کشورهای دیگه اروپا برای اندیشمندان دوره روشنگری آلمان اهمیت کاربردی نداشت، ولی البته به اونها فکر می‌کردند. همه اینها از مردم آلمان افرادی ساخته بود با تفکر انتزاعی که قدرت نفوذ در عمق مسائل فرهنگی و فلسفی رو داشت و به همین دلیل هم بودش که آلمانی‌ها از نظر فلسفی تا آخر قرن 18 به اوج شکوفایی رسیدند. چنان اوجی که مردم کشورهای دیگه اروپایی تا 100 سال در مکتب فلسفی آلمان و نزد فیلسوفان بزرگ آلمانی در واقع شاگردی می‌کردند. این شکوفایی فکری و فلسفی خودشو در اندیشه‌های دینی هم نشون میداد و در همین زمان بود که روشنگری در آلمان، روشنگری تا اونجایی که به دین مربوطه، به اوج خودش رسید و نقد دینی و نقد بنیادین کتاب مقدس رو هم به اوج رسوند، به طوری که ما در هیچ کشوری در اون زمان نمیتونیم ببینیم تا این اندازه کتاب مقدس بیرحمانه نقد شده باشه. از میان این روشنگران و دئیست‌های آلمان میتونیم به چند نفر اشاره بکنیم که تأثیر بیشتری گذاشتن، البته باز هم در ارتباط با مسائل دینی. افرادی مثل تومازیوس، کریستیان وولف، زملر، رایماروس و لسینگ. در بین اینا از همه تأثیرگذارتر رایماروس بود که وقتی مرد 4000 صفحه دست نوشته در نقد دین و کتاب مقدس از خودش به جا گذاشت که اینها رو در مدت 20 سال تهیه کرده بود. در بعضی از این نوشته ها مثل ولتر آیات کتاب مقدس و معجزات رو به باد انتقاد می گرفت. لسینگ بعداً بخشی از یادداشت‌های رایماروس رو بدون ذکر نام او با عنوان قطعات ولفن بوتل به چاپ رسوند که تأثیر بسیار زیادی به جا گذاشت و باعث شد که خود لسینگ درگیر بحث‌های زیادی بشه و مجبور بشه که از خودش دفاع بکنه، اما بعضی‌ها به خاطر انتشار همین آثار او رو تکفیر هم کردند. مثلا درباره عبور بنی اسرائیل از دریای سرخ رایماروس نوشته بود:
اگر روایت کتاب مقدس درست باشد 3 میلیون نفر از دریای سرخ عبور کردند. یعنی اگر در صفی به ستون 10 حرکت کرده باشند طول اون صف باید 180 مایل یا بیشتر از 300 کیلومتر باشد و عبور آنان 9 روز طول کشیده باشد. رایماروس همچنین میگفت شکست عیسی در مأموریت مسیحاییش و مرگ همراه با خواری و ذلت او بر صلیب که گفت خدایا پروردگارا چرا مرا تنها گذاشتی، تمام آرزوهای او و حواریون رو ناکام گذاشت. بعد حواریون روایتی درباره رستاخیز عیسی جعل کردند تا بتوانند سرشکستگی خود را جبران کنند، در حالی که آنان خودشان جسد عیسی را از گور دزدیده بودند. از ولتر هم گفتیم و دوباره یادآوری میکنیم که حرفهای تندی که ولتر گفته بود به عنوان برجسته ترین روشنگر در عصر روشنگری فرانسه تأثیر زیادی گذاشته بود بر روشنگران آلمان و اندیشمندان آلمان. ولتر تا اونجا پیش رفته بود که میگفت نخستین مقدس نخستین رذلی بود که به نخستین ساده‌لوح برخورد. خب این حرفها تأثیر بسیار زیادی میذاشت بر اندیشمندان دیگر کشورها و همچنین بر آلمان. ما این دوره رو بررسی کردیم و مروری گذرا کردیم بر این دوره. امیدوارم که این بحث برای شما مفید باشه. سپاسگزارم که تا اینجا با من بودین.